وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موردین روز 25 نوامبر در گفتگوی تلفنی با همتای روسش سرگئی لاوروف قضیه قتل شهروندان تاجیکستان در شهرک زلاری ولایت ایرکوتسک روسیه را برداشت است. بنا به اطلاع سامانه وزارت خارجه تاجیکستان این موضوع در این صحبت به طور مفصل بررسی شده. سراج‌الدین موردین توجه سرگئی لاوروف را به ضرورت تحقیق همه‌جانبه این حادثه و جزای گناهکاران جنایت جلب کرد. گفته می شود وزیران به توافق رسیدند که قضیه مذکور را تحت نظارت مخصوص وزارت‌های کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه قرار دهند. یادآور می شویم شب 12 نوامبر یک گروه ساکنان محلی در زلاری واگنی را که مهاجران تاجیک در آن خواب می رفتند آتش زدند. در نتیجه دو مهاجر تاجیک نسیم جان سعیدعلی 21 ساله و سراج‌الدین گلزاده 19 ساله از فیض‌آباد و حصار جان باختند، ولی مقامات ایرکوتسک از 3 ساکن محلی دستگیر شده دو نفر متهم به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را الکی بعد 3 روز از حبس جواب داده 3 مهاجر جبر دیده قربامت صادقوف و دلیل حسنوف را با اتهام قصد کشتار و جمعبای اسکندروف را با اتهام افباشی برای 2 ماه تا 13 ینور به حبس گرفته است. نزدیکان این مهاجران گفتند که فرزندان آنها در این حادثه دهشتبار شب 12 نوامبر جبر دیده بودند، نه گناهکار. مقامات دادستانی و پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست که بر کدام اساس افراد متهم به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را آزاد کرده و مهاجران جبر دیده را برعکس به حبس کشیدند.